معلومات حقیقت درباره فرشته عالمی مدل افغان. سلام و خدمت تمام شما عزیزان و بیننده چینل حقیقت تیوی. باز هم خوش آمدید با یکی دیگر از ویدیوهای ما. برای حمایت از چینل لایک، سابسکرایب، شیر نمایید. فرشته عالمی مدل و هنرپیشه جذابه که در سن 15 سالگی همراه با مرد بزرگسال از طرف فامیلش به ازدواج رسید. فرشته عالمی به خاطر اینکه در خانواده پشتون به دنیا آمده بود، در دهات و قریجات زندگی میکرد، به بسیار مشکل در سینما رو آورد. فامیل و اقارب وی نیز مشکل داشت به خاطر اینکه فرشته در سینما باشد و با مشکلات زیاد توانست اجازه از طرف پدر خود داشته باشد تا فعالیت‌های خود را انجام بدهد. و زمانی که آمدم در سینما به گونه رسمی فعالیت‌های خود را آغاز کردم، مردم مرا زیاد اذیت میکرد. وی همیشه میگفت که از آینده خود در افغانستان میترسم و همیشه خواستم این است که به کشور ترکیه سفر کنم و به سینمای ترکیه نقش داشته باشم. فرشته عالمی از دردها و رنجهایی که در این را کشید میگوید. وی زیبا و مهربان خوشکلام است و در روی پرده سینما در نقش‌های خود چهره‌های متفاوت را بر خود ساخته است. فرشته عالمی بانوی جذاب و خوشکلام در سال 1376 در ولایت بلخ به دنیا آمده است. مکتب را در مزار شریف تمام نموده و رشته طب را در دانشگاه‌های خوستی پیش برده است و 8 خواهر و 1 برادر می باشد و با پدر مادرش زندگی می کند. فرشته همیشه می گفت میخواهم یک انسان متفاوت برای خودم و فامیلم باشم. وی 5 سال را در سینمای افغانستان فعالیت نمود و یکی از فیلمهایش که چهره‌اش بسیار شناخته شد به نام چانس بود که نقش مرکزی را داشت. فرشته عالمی از کارهای هنری خود مدال و تقدیرهای زیادی را از کمپانی‌های مختلف داشت و 4 سال می شود که در دهلی هندوستان زندگی می کند و مدلینگ‌های ایندی فعالیت‌هایش را پیش می‌برد. این بود برنامه امروزی جهان. سپاس به خاطر همراهی شما عزیزان همیشگی. برای حمایت از چینل لایک، سابسکرایب، شیر نمایید. الله نگهدارتان.